برادر من نمیگم که اگر امروز یک نفر یک خانم میآیه از حقوق بشر صحبت میکنه میگه چرا داد ندیدی که فقط هزاره کشته شده. این همه پشتونی که کشته شد اینا بشر نیست؟ این همه مردمی که در کونی تانگ بسته میشد به نام پشتون به نام طالب در کونی تانگ بسته میشد کشته میشد اینا انسان نیست؟ دنیا به رسمیت نمیشناسه. ما برای تو چی میگیم؟ ما میگیم خودم امارت هستم. ما امارت اسلامی اصلا دنیا را قبول نداره و میگوید مگه امی دنیا را که ما قبول کنیم از بینی خبال بگیم مگه حکومت حقوق بشر تظاهرات و فلان و فلان. تا 5 سال دیگر ما افغانستان را اقتصاد چهارراه اقتصاد جهان درست میکنیم. این که بخواهد بیاید نظری از اینا رو جلب کنه این بسیار محال است برادر محترم. ما از امی کسایی که میگیم در طول 20 سال یعنی ما ببین ما تا روز آخر جنگیدیم صدای من میشناسن. ما در جاغوری بودیم. ما همراهی کلاشینکوف مسلح خود دستگیر شدیم و تسلیم شدیم به خاطر از که ما هر صدای تلفنی که زنگ زدیم کلش خاموش شده بودیم. ما در معرکه مانده بودیم. پس اونایی که فرار کرده بودن در گوش ما خوانده بودن که طالب یعنی ببین مثلا کی کسی میگه خلیلی و محقق میگه ما میگه ما خلیلی و محقق به جز شهرک که تاختی به جز 5 تا 6 تا زنی که گرفتی تو برای مردم هزاره‌ای که دستو آدم نماز خوانده چی ساختی؟ امروز که ما از میراث تو دفاع کنیم چی هست؟ کجا هست؟ این تبلیغات شومی مزدورانی هستند که حکومت از دستش رفته. این تبلیغات کسایی هستند که قدرت از دستش رفته. این تبلیغات کسایی هستند که در روز 260 نفر در دولت قبلی کشته میشد از مردم هزاره بود دور و بر خودش کانتینر میساخت و اگر جنازه ما برمی اومد بگو گوشت قصابی است. کجا بود؟ هر روزی که ما تظاهرات میکردیم به خاطر تظاهرات ملت هزاره جمع میشد به نام جنبش روشنایی جمع کرد رهبرانش همینا بود و وقتی که معامله کرد جیبایش پر شد اونا رو انفجار داد بعد بهانه رو انداخت گردن طالب. چرا اینا حقش نگرفت؟ چرا میلیون ها پولی که از اروپا ما تراجر کردیم به خاطر خون شهدای خود در کجا شد؟ با کدام از شهدا داد؟ ببین امیر رهبر من هزاره‌ای که ما برایش کشتن دادیم بیای یک هزاره برای ما اثبات کنه بگه یک سرک برای تو هزاره ساخت. ولی امروز میسازن به خدا قسم میسازن. امروز اینمی جنرال مبینی را که شما میبینین که هر رقم توهین بین هندو شد. ما خودم شاهد صحنه حاضر در کابل بودیم که هر کدام از اینا را یعنی گفتم اگر بشکه زرد بود یا سیاه بود پر از آب کدام می آمد در زمانی که آب قحطی بود و کسایی که پولدارایی بودن که باغ داشت دیگه داشت همه از اینا را درایشو به دور واز کرد که مردم تشنگی تلف میشه. مردم ما مردمی که کار میکنن مردمی که در هزاره که در افغانستان هستن هیچ کدام نه مسجدش بسته شده برادری محترم نه مکتبش بسته شده مکتب دخترها که بسته شده سر عمومی افغانستان بسته شده. آیا مگر تو مگر دوست نداری دخترت مکتب بره در خانه؟ مگر اکثریت پشتون راضی نیست که به مکتبش در خانه؟ از ما رضایی صاحب از ما خودم همشیری ما دکتر است فعلا در منطقه کارتینه و کلینیک داره خودش. ما پشتونها دوست داریم که بانوهای ما دکتر شوند و تحصیل کرده شوند بدون شک. یک چیز دیگر ما از گپایتون گرفتم. شما گفتیم که خود اینمی ها کردن و طالبان نکردن یعنی این انفجارهایی که بالای هزاره ها می شدن اینا را یعنی به نحو دست همین بزرگای هزاره ها بودن میگی چی رقم بودن؟ ما نمیگیم که همه از اینا دست بزرگان هزاره بود. بعضی از مثلا جنبش روشنایی مثلا جنبش روشنایی را کی کشت؟ مگر طالب آمد کشت؟ به خدا به قرآن اگر طالب کشته باشد جنبش روشنایی را این رهبرایی که وقتی که جنبش ساخت وقتی که رفت در خودش در ارگ نشست چرا یک نفر از این رهبران جنبشی کشته نشد؟ چرا کشته نشد؟ وقتی که اینا در سر باشد اینا پیش باشد مردم در رعیت در پشت سر چرا وقتی که آمد چرا اینا را نکشت؟ که آمد فقط دانشجویا و سرمایه های مردمی که بیچاره به امید از این رهبرها که صدای شنا بشنوند و اینا بعدشان دور و بر خود مگر کانتینر آهنی نگذاشته بود اینا در داخل ارگ نشسته و معامله نکرد. این که یک عده خائن زورمند زورآوری که فقط دستش مردم میبوسید و هر کدام صاحب پندنه زن شد و بنگله شد. امروز هر کدام بچه هایشان در ترکیه و در استانبول و در دبی اینجا کشتی دارن
میخانه دارن در جاغوری. ببین آقای عزیز پولاد، حقیقت رو باید برملا کنیم. ما در اینمی دوره امارات هیئت رسمی رو بعد از حکومت ظاهرشاه، اولین هیئت رسمی که رفت از جاغوری بازدید کرد حکومت امارات بود. در امی حکومت امارات ما خود شاهد صحنه بودم، مسئول دمی هیئت بودم، مسئول تامین امنیتش بودم. سه تا کلینیک در جاغوری، 2 تا کلینیک در مالستان توسط انضامی امارات افتتاح کردیم. و امونجا مردم جاغوری در استقبال ما بلند شدن، آمدن گفتن بعد از حکومت ظاهرشاه بله خلیلی آمد هیئت، محقق آمد هیئت، دانش آمد هیئت. در زمان آمد که انتخابات بود و رای میخواد. با این رای خود همان نوید به ما داد، سرک پخته برای ما نوید داد، بیمارستان برای ما نوید داد، فلان نوید داد، فلان، هیچ چیزی برای از ما نساخت.